روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی خبرهای زیادی می‌برآیند که مردم از کمبود یا نبودن آب نوشاکی در شهرهای گوناگون تاجیکستان شکایت دارند و یکی از جایهایی که مردم مدت دراز از بی‌آبی عذاب می‌کشند شهر کلوب است. نگن که دیگه نمی هرابه دادسمان سری تا و بیتا گودکوم گریسه خروشون دادم باشون گولکوم نایدم و برابر هو اینا آخری کوچه میریم در خونه مردم یک تا مومتن. در این گرمی شدید تابستان بسیاری از خانواده ها مجبور می شوند که هر روز راههای دور و دراز را طی کنند تا آب بیارند یا از ماشین های آب فروشی آب خرند. نرخ یک ماشین آب حالا از 70 تا 150 سومانی است. کسی که پول دارد می خرد، کسی ندارد مجبور از خود آب بیارد. ساکنان میگویند که هر روز از بی‌آبی در عذاب هستند. مثلا سعید عمرو که در محله سینای کلوب زندگی میکند پیش در مهاجرت بود و هر هفته به خانه‌اش پول میفرستاد تا آب خرند، ولی حالا از روسیه اخراج شده است و دیگر نه پول دارد و نه قدرت خریدن آب. 27 سال از من در اینجا زندگی کردم، نبودم در روسیه بودم. اینا در 27 سال ایراسیا ما سوم راون میکم و میخرم. موز ایراسیا اینا دیپارتات مون کاگیان گویا مو در 5 رسو میخره 1000 سومون میشوه یا 140 یا 150 حساب کن. ما زور روز ما دیپارتات کاگیان زور مون نمیرسه کجون. اینا چیکار کنی؟ طبق معلومات ها پیشتر آب را با نوبت میدادند، لیکن با گرم شدن هوا آن هم قطع شده است. حالا بعضا در 2-3 روز یک بار آب میدهند. مردم میگویند که اگر هر روز حتی 1 ساعت آب دهند مشکل کم آبی کمتر می شود. التماس خلق همی که ما دا آب بتا خب اقلا همی به نظر گرفته 1 روزه 1 ساعت بتا ایتا درست پس 1 ساعت هم تا خیلی آدم جاگاش پر میکنه. ساکنان بعضی از محله های کلوب میگویند که تقسیم آب عادلانه نیست و فساد دارد، بنابراین مردم مجبور میشوند آب را با نرخ های بلند بخرند. خانواده هایی هستند که در یک ماه تا 10 مرتبه آب میخرند. یک ماه 12 ماشین آب میخریم. 110 120 هر سری که بیویم. کلوب یکی از شهرهای کلانترین تاجیکستان است و شماره اهالیش سال تا سال زیاد می شود، ولی آب نمی رسد. یگان وقت یگان میدان کم بیش که روی میکنن، یگان نمیشه دیگه 1 ساعت روی میکنن، در نپر نداره. همین 3-4 ساعت آب میگیری، هم خاطی آب بود میشه محکمش میکنن. از همین سبب اتحاد اروپا برای حل کردن این مشکل نبودن آب در کلوب 16 میلیون یورو جدا کرد، اما این مبلغ به کجا صرف شده است نامعلوم. مردم میگویند که حتی ساختمان آبندبارها هم فساد دارد. ماه می آژانسی ضد فساد گفت که یک شرکت ساختمانی که آبندبارهای جنگلک و تیبله را ساختنی بود 166,000 سومانی از پولهای بودجه دزدیده است. از نبودن یا کمبود آب در کلوب نه تنها ساکنان محله سینو بلکه بسیاری از محله ها شکایت میکنند. سال گذشته باشد مردم شکایت کردند که حتی برای شستن مرده آب نیافتند.